همیشه یکی از بزرگترین کابوسای زندگی مرگ پدر و مادرم بوده. با اینکه چند ماه گذشته و هنوز با این غم کنار نیومدم، ولی بازم خدا رو شکر میکنم تو شرایطی این اتفاق افتاد که کلی دوست همراه و مهربون کنارم دارم و به عشقشونم که شده اینجا فعالیت میکنم و از اون حالت افسردگی در اومدم. خوشحال میشم مثل همیشه کنارم باشید و ازم حمایت کنید. ممنون میشم پستم رو لایک کنید و بفرستید برای دوستاتون تا دوباره پیج جون بگیره. من از اون دست آدمام که واسه مهمونیام زیاد سخت نمیگیرم و تجملاتی نیستم. دیروز که قرار بود بعد از نهار برامون مهمون بیاد، تصمیم گرفتم یک کیک خوشمزه درست کنم که البته یک کیک پرچالش بود. چالش اول قطع شدن برق بود که در عرض 3 ساعت 4 بار برقمون قطع شد. بعدش که مواد کیک رو اندازه گیری کردم، آرد فقط یه لیوان داشتیم و بیشتر قالبای من سایز بزرگ هستن. تا اینکه یادم افتاد به این قالب قلب که اولین قالبیه که خریدم و باهاش کیک پزی رو یاد گرفتم و خیلی دوستش دارم. با هزار تا دعا و صلوات کیک رو تو فر گذاشتم تا برق نره. تازه یادم اومد که من قالب رو فقط چرب کردم و آرد پاشی نکردم. با اینکه کیک رو گذاشتم کامل خنک بشه، بازم 2 تیکه از کیک به قالب چسبید که البته چیزی از ارزش کیکم کم نمیکنه. اون 2 تیکه رو به طرز ماهرانه‌ای زیر کیک جاساز کردم و روشو بریلو زدم و با پودر نارگیل و کنجد تزیین کردم. من تقریباً 11 سال اضافه وزن داشتم که وسطای تابستون تصمیم گرفتم رژیم سالم خواری بگیرم و در عرض 3 ماه 12 کیلو کم کردم، اونم بدون ورزش. بیشترین چیزی که توی این مسیر بهم کمک کرد مصرف زیاد سبزیجات بود، اونم با رنگ‌های مختلف. سبزیجات از اون دست خوراکی‌ها هستن که به دلیل فیبر بالایی که دارن هم سیر کنندگی خوبی دارن، هم از شل شدن پوست جلوگیری میکنن. من اکثرا سبزیجات رو شسته داخل یخچال نگه میدارم که اگه وقت نداشتم یا تنبلی کردم در دسترسم باشه و بهونه‌ای نداشته باشم. تو هایلایت کاهش وزن نکات بیشتری درباره رژیم گفتم و در پست‌های آینده مطالب بیشتری خواهم گفت. سلام، خوبین بچه ها؟ اینم اولین ولاگ پیجمون که در مورد خرید مرغ و گوشت ماهیانمون هست. بعد از کلی گشتم بالاخره یه مرغ فروشی پیدا کردیم که مرغ داشته باشه. صبح زودم که گوشت خریده بودم. من برای خورش همیشه مغز ران گوسفندی میگیرم، حدوداً 1 تا 1.5 کیلو که واسه 4 بار خورشت و یه وعده آب گوشتمون کافیه که البته خورشتمون 2 وعده‌ای هست. گوشت چرخ کردم که بین 1 تا 1.5 میگیرم و به قسمت‌های 100 گرمی تقسیم میکنم به این شکل. و اما مرغمون که مصرف ما بیشتر سینه مرغ هست، چون پدر و پسر ران نمیخورن و خودم باید جلو 2 تا رو بکشم، برای همین اکثرا من بسته‌بندی سینه مرغ میگیرم. حالا این بار مرغ گرم گرفتم. توی هر بستم میبینید که من واسه 2 وعده گذاشتم و بین وعده هم یه پلاستیک گذاشتم، خیلی راحت از هم جدا میشن. کتف و فیلای مرغ رو هم مزه‌دار میکنم واسه وقتایی که از بیرون میایم یا حوصله آشپزی ندارم. از چند ساعت قبل بیرون میذارم یخش باز بشه، میذارم توی فر و به همین راحتی.